ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی بیا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم خوشحال هستم که در خدمت شما دوستان عزیز و گران قدر قرار داریم. جوانان عزیز، خواهران محترم، برادران عزیز، ماه مبارک رمضان ماه رحمت الهی است. ماه مبارک رمضان کورس یک ماه است، کورس یک ماهه تقوا. خالق متعال ذات مهربان است. خالق است که فرصتی بر ما میده تا ما یک ماه در ماه مبارک رمضان در یک ماه روزه بگیریم، در یک ماه تمامی بخش‌های تقوا را، تمامی بخش‌هایش بالای خود تطبیق بکنیم به شکل عملی و هر روزی که به یاد خالق متعال حتی غذاهای حلال چی میکنیم؟ غذاهای حلال ترک میکنیم. آب سردی که در یخچال ماست او را هم ترک میکنیم. بعضی حالات میشه که ما اصلا بعضی اوقات است که ما و شما اصلا در حالتی قرار میگیریم که هیچ کسی بغیر از خالق متعال همراه ما نیست. هیچ کسی نیست. ما میرم با آشپزخانه، غذا آماده است، شاید یک مرغ سرخکدگی و کباب، شاید چند بوتل آب شیرین و بسیار تشنه هستم و بسیار گشنه هم هستم و هیچ کس هم نیست. حالی سوال پیدا میشه که هیچ کس هم نیست که مرا در این حالت ببینه. هیچ انسانی نیست، ولی عقیده دارم که ذاتی که رقیب است او مرا مراقبت میکنه. پس ماه مبارک رمضان ماهی است که امتحان انسان، من در مقابل خالق خود امتحان ایمان میتم. در این ماه ایمان من 100% میشه. و تو جوانی که در این جوانی خواسته های بسیار زیاد است، آرزوهای بسیار زیاد است، شاید بسیار خسته باشی، بسیار تشنه باشی، بسیار گرسنه باشی، ولی میفهمی که در مقابل یک امتحان بزرگ الهی قرار داری. او امتحان چی است؟ امتحان ایمان است. حالا باید ایمان تا چند فیصد بسازی؟ ایمان تا باید 100% بسازی. چطور من ایمانم بفهم که 100% شده؟ وقتی ایمانم 100% میشه که هیچ کس نیست، لکن من ایمان دارم که خالق بزرگ هست که مرا میبینه. پس من به خاطر رضایت از او آب نمی نوشم، من به خاطر رضایت از او تشنگی را قبول میکنم، من به خاطر رضایت از او حتی موبایل دارم، فیسبوک دارم، تلویزیون های مختلف است، خواندن های است، هر چیز نفس من میخواه که نفس من میگه حرکت کو، بخو، بنوش و هر چیز. لکن در مقابل این نفس کی میتونه استاده شود؟ کسی که ایمان بسیار قوی و ایمان 100% داره. پس خوشا به حال کسی که در ماه مبارک رمضان نخستین امتحان بزرگ خود میته که او امتحان ایمان است. از گناه و معصیت ها خسته و درمانده ایم، ماه عفو و بخشش رحمان کجا هستی بیا.